کسی که مدعی پادشاهی ایران هست همسرش بانی اول یک کشور تاریخی با فردی که یک پورنستار هست. رفتم سابقه شو در آوردم. تام مورلی در 3 کشور 3 ماه باش سفر کرده. تنها چنین فرد سالمی بانی اول بشه برای ایران. آقای محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بخش عمده ثروت 35 میلیارد دلاری خودش رو در بانک سوئیس گذاشته. حساب کنید در 40 خورده سال گذشته 35 میلیارد فقط سودش چقدر شده در این بانک. این جدا از 62 میلیارد کشی که با خودش برد، جدا از 150 میلیون دلاری که در اسنادی که CIA منتشر کرد، در کتاب آقای عباس میلانی هم به یک رقم اشاره شده. اینها همه با سند هست. واقعا به تنگ اومدن. ما مملکت میتونیم داشته باشیم فردا؟ چون خار مادر همسایه‌تون میدیم حریف. از من میگذره تموم میشه، میره این دوران هم تموم میشه. ولی یه جای تاریخ می‌نویسن آقا کشور خارجی به ایران حمله کرد، تعدادی از ایرانی‌ها براش هورا کشیدن. یعنی میتونیم پاکش کنیم. این شد یه لکه ننگ بر پیشانیتون. باز یک بار دیگر این پسرک خیانت خودش رو به مردم ایران نشون داد و طرفداراش. اروپا به حرف رضا پهلوی ترم خورد نمی‌کنه. 100 تا مثل رضا پهلوی رو آدم هم حساب نمیکنه. آخه اینا با مشکلات دیگه‌ای با ملت ایران دارن، با مردم ایران و با ایران دارن. اصلا ربطی به شاه و آخوند نداره که. با وسعت ایران، با بزرگی ایران، با مردم ایران، با فهم و شعور مردم ایران، با آینده ایران کنن. اینجا قطه در آوردن. ایران باید تجزیه بشه، ایران باید خل سلا بشه. به نظر شما آقای رضا پهلوی به چه در میخوره؟ اینو به من به شما میخوام قشنگ شما بشه. آقای رضا پهلوی صادقانه، شرافتمندانه به درد هیچی نمیخوره. هیچ. یعنی من اصلا نمیتونم یک کاری رو تصور بکنم که رضا پهلوی به دردش میخوره.